به نام خدا. سلام دوستان عزیزم. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه نوجوانها براتون آغاز میکنم. کتاب دنیای نوجوان، کندوکاوی در بازشناسی روحیات 13 تا 18 ساله ها، نوشته دکتر محمدرضا شرفی، راهنمایی برای والدین، معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه. چاپ 20 این کتاب که با تجدید نظر و اضافاتی چاپ شده در سال 1400 بوده و توسط نشر مؤسسه فرهنگی منادی تربیت. دکتر محمدرضا شرفی دانشیار دانشگاه تهران هستند که در حین اینکه چاپ 20 این کتاب در حال چاپ بوده، ایشون به رحمت خدا میرن. این کتاب با چندین فصل بسیار زیبا و کاربردی شروع شده که من تیتر و عنوان‌هایی که در هر فصل هستش رو برای شما میخونم و بعد با هم دیگه فصل اول رو شروع میکنیم و تا جایی که زمان به من اجازه بده از این کتاب رو برای شما خواهم خوند. اما مقدمه ناشر رو برای شما میخونم و کتاب رو با هم شروع میکنیم. در عصری که هجوم فرهنگی علیه یک مملکت اسلامی به اوج خود رسیده است، در چنین زمانی بازشناسی روحیات و اخلاقیات نسل آینده از واجبات است. چه موضوع و هدف این تهاجمات جوانان و نوجوانان ایران اسلامی است. در این شرایط نشر کتب مناسب جهت بازشناسی این گروه فرضیه‌ای است که لزوم پرداختن به آن کاملا محسوس است. لذا مؤسسه فرهنگی منادی تربیت در جهت این هدف والا اقدام به چاپ کتاب حاضر نمود که دسترنج برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا شرفی باشد که این اقدام گامی باشد برای مساعی بیشتر در راه تربیتی الهی. کتاب حاضر پس از چاپ اول با استقبال بی‌نظیری مواجه شد و در مدت کوتاهی نایاب گشت. استقبال گرم و آگاهانه مردم نسبت به این کتاب و اهمیت مقام و جایگاه نوجوانان در جامعه اسلامی و توطئه‌های فرهنگی غرب علیه آنان ما را واداشت که با همکاری مؤلف محترم اصلاحات لازم را در کتاب به وجود آوریم و با شکلی جدید آن را حضور شما خواننده گرامی تقدیم نماییم. امید آنکه با درک دنیای نوجوان و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادهای آنان و سالم نگه داشتن این قشر عظیم، ارکان جامعه جوان ایران اسلامی را از گزند موریانه‌های اجنبی و بیگانه مصون داریم انشاءالله تعالی. ناشر تابستان 1372. نوجوانی همچون آذرخشی در بهار عمر است که به ناگاه فرا می‌رسد و آسمان زندگی را نورباران می‌کند، و یا همچون دشت‌های پوشیده از شقایق است که باید از آن گذر کرد تا به قله‌های رفیع و مغرور جوانی رسید. قله‌هایی که ریشه در خاک و سر در افلاک دارند. باید این فصل بی‌نظیر زندگی را ارج نهیم و تمامی تلاش خود را برای فهمیدن آن به کار گیریم. فهرست تفصیلی. اول با مقدمه شروع شده که 3 مقدمه برای این کتاب نوشتن. چرا باید نوجوانان را بشناسیم؟ اهداف عمومی این کتاب رو بیان کردن. در فصل اول تاریخچه روانشناسی بلوغ و نوجوانی هستش که با این عنوان‌ها شروع شده. آثار نخستین، نوجوانی چه دوره‌ای است؟ نوجوانی چه سنینی را در بر می‌گیرد؟ ارتباط نوجوانی با رشد، بلوغ و جوانی چیست؟ بلوغ از نظر فرهنگ وبستر، نوجوانی از نظر فرهنگ وبستر، رشد و بلوغ از نظر دائره المعارف بریتانیکا، بلوغ و نوجوانی از دیدگاه صاحب نظران. ویژگی‌های بلوغ: 1. بلوغ دوره شمول است. 2. بلوغ دوره کوتاه است. 3. بلوغ به مراحلی تقسیم می شود. 4. بلوغ دوره تغییر و رشد سریع است. 5. بلوغ یک مرحله منفی‌گرایی است. 6. بلوغ در سنین متغیری واقع می شود. معیار بلوغ و سن بلوغ. انواع بلوغ: بلوغ جسمی فیزیکی، بلوغ جنسی، بلوغ روانی، بلوغ اقتصادی یا اکونومیک،
و بلوغ اجتماعی و بلوغ شرعی. فصل دوم، ویژگی‌های نوجوانی. تعریف نوجوانی از نظر دائرةالمعارف بریتانیکا و ویژگی‌های نوجوانی. 1. نوجوانی یک دوره مهم به شمار می‌رود. 2. نوجوانی یک دوره انتقال برزخی است. 3. نوجوانی یک دوره تغییر است. 4. نوجوانی یک سن مسئله آفرین است. 5. نوجوانی زمان جستجوی هویت است. 6. نوجوانی یک سن هراس میباشد. 7. نوجوانی زمان آرمانگرایی است. 8. نوجوانی آستانه بزرگسالی است. فصل سوم، نظریه‌های زیست‌شناختی. نظریه‌های زیست‌شناسی و زیست‌شناسی نوجوانی. هال یا بازپیدایی، گزل ریخشناسی تکوینی و رشد حلزونی یا مارپیچی، کرچمر ریخت‌های بدنی، زیلر هیئت بدنی، رپلاین لایه‌های شخصیت. نظریه‌های روانشناختی، کراچ ساختار مرحله‌ای، اشپرانگر سلسله مراتب ارزشی، لوین نظریه میدانی، نظریه‌های روانی، اجتماعی و جامعه شناختی، دیویس اجتماعی کردن، هویگرهرس وظیفه رشدی، نظریه جامعه شناختی، کینگزلی دیویس نظریه جامعه شناختی. 1. کاریابی حرفه‌ای. 2. پذیرش وضعیت. 3. تشکیلات با نفوذ. 4. اکتساب فرهنگی، نظریه روان تحلیلگری، نظریه‌های انسان شناختی و بررسی نظریه‌های رشد نوجوانی. فصل چهارم، نوجوان و حیات جسمی. فیزیولوژی دوران نوجوانی، سرعت رشد در نوجوانی، جهش رشد، نشانه‌ها و ویژگی‌های اولیه و ثانویه جنسی، توجه به وضع ظاهری، مقایسه تغییرات بلوغ پسران و دختران، ارتباط عملکردهای بدنی و بلوغ دختران، تابلوهای زمانی تغییرات بلوغ در نزد پسران و دختران، بلوغ زودرس و بلوغ دیردست، عوامل بلوغ زودرس، فرهنگ و محرکات محیطی و عوامل بلوغ دیردست. فصل پنجم، نوجوان و تکلیف. بلوغ و تکلیف، مفهوم تکلیف، محاسبه سن تکلیف، مسائل شرعی و احکامی که در هر مقطع باید نوجوانان بدانند. مرحله اول، مقطع ابتدایی مخصوص دختران. مرحله دوم، مقطع راهنمایی مخصوص پسران. مرحله دوم، مقطع راهنمایی مخصوص دختران. مرحله سوم، مقطع دبیرستان مخصوص پسران. جشن تکلیف، نکات ضروری مربوط به جشن تکلیف، توصیه‌های تربیتی در مورد بلوغ، آثار و پیامدهای بی‌اطلاعی نوجوانان از مسائل بلوغ. فصل ششم، نوجوان و حیات عاطفی. خصوصیات عاطفی نوجوانی، بی‌ثباتی عاطفی، خواهش‌های متضاد، افراط در احساسات، احساسات نامطبوع، تخیل‌گرایی، کشف خود، ماجراجویی، دوستی‌های نوجوان، دوستی‌های افراطی، علل دوستی‌های افراطی، با دوستی‌های افراطی چگونه برخورد کنیم، توصیه‌های تربیتی در باب حیات عاطفی نوجوان. فصل هفتم، نوجوان و حیات جنسی. مدخل، غریزه جنسی، مراحل تمایلات، یادآوری مهم، انحرافات جنسی، انواع انحرافات جنسی، الف هدف، به روش ارضا، جیم شدت، انواع گسترده انحرافات جنسی، خود ارضایی یا کامجویی بدلی، علل انحرافات جنسی به ویژه خود ارضایی. 1. کنجکاوی هدایت نشده. 2. ناآگاهی و بیخبری. 3. انزوا. 4. خانواده آسیبزا. 5. دوستی‌های آلوده و مشغول. 6. بیماری طولانی. 7. احساس کهتری. 8. تقلید و بدآموزی. 9. بلوغ نابهنگام زودرس. 10. عوامل محرک فرهنگی. 11. حساسیت‌های پوستی. 12. اضطراب و نگرانی. نگرانی چیست؟ 13. مشکلات دوران پرستاری. 14. لباس نامناسب.
15 نیمکت‌های مسئله آفرین. 16 تنبیه بدنی. 17 بیماری‌های انگلی. 18 نگاه حرام. 19 نقصان محبت. آثار و نتایج خودارضایی. چند نکته مهم در ارتباط با استمناء در پسران. زمینه‌های خاص انحراف و خودارضایی دختران. نتیجه: روش‌های پیشگیری از انحرافات جنسی به ویژه خودارضایی. 1. آموزش کافی به والدین. 2. آموزش جامع به مربیان و ستادهای تربیتی. 3. آموزش کافی به نوجوانان. 4. حفاظت اخلاقی و تربیتی به ویژه از دختران نوجوان. 5. تکریم شخصیت. 6. کار مداوم، زندگی سالم. 7. تنظیم خواب. 8. بستر خواب. 9. آسیب زدایی از محیط. 10. تغذیه صحیح. 11. اوقات فراغت، شیوه‌های درمان انحراف جنسی به ویژه خودارضایی. 1. گسترش دایره ارتباطات. 2. تسدید یا والایش. 3. مثبت‌گرایی. 4. امیدآفرینی. 5. تشویق گام به گام. 6. ترمیم روابط خانوادگی که چند نکته مهم درباره شبکه خانوادگی گفته. 7. تقویت اراده. 8. کار و فعالیت و زندگی سالم. 9. تأمین احساس کفایت. 10. انظار. 11. پرورش معنویت. 12. ورزش. 13. آب سرد. 14. تسهیل و تسریع ازدواج. احادیثی در باب تسریع در امر ازدواج. 15. توبه و 16. تغییر موقعیت. 17. درمان طبی. توصیه‌های تربیتی در زمینه انحرافات جنسی نوجوانان. 1. کتمان سر. 2. اقرار نگرفتن. 3. پرهیز از برچسب زدن. 4. نهی از تعمیم. 5. حمل بر صحت نمودن. مروری کوتاه بر نظریات تنی چند از روانشناسان در باب خودارضایی. خودارضایی از دیدگاه اسلام، خودارضایی از دیدگاه روانشناسان و نتیجه بحث. فصل 8. نوجوان و حیات خانوادگی. موقعیت نوجوان و اهمیت خانواده. سازگاری در زندگی. معماران خوشبختی. ویژگی‌های خانواده معتدل. منظومه خانوادگی. رضایت والدین در سیکل زندگی. رضایت جنسی والدین در سیکل زندگی. خانواده‌های معیوب. توصیه‌های تربیتی. روابط نوجوان و خانواده که اثبات وجود، منفی‌گرایی، رابطه افقی به جای رابطه عمودی، پذیرش و مقبولیت، توصیه‌های تربیتی، کنترل و آزادی، واقع‌بینی به جای بدبینی، بررسی مشکلات نوجوان در ارتباط با خانواده، تعداد شکایات از انواع بدرفتاری‌ها، مقایسه شکایت دختران از بدرفتاری پدر و مادر، نکات مهم در زمینه بدرفتاری والدین نسبت به پسران، مقایسه شکایت از بدرفتاری والدین بین دختران و پسران، نقش‌های متعارض، طرح‌های تعارض پرور، همانندسازی، خانواده‌های دو قطبی، تصویری از مشکلات، تصویری دیگر از مشکلات نوجوانان، تصویری از مسائل تمایلات نوجوان در جوامع بیگانه. فصل 9. نوجوان و مدرسه. نقش مدرسه، نگرش نوجوان به مدرسه، پلی روشن و نورانی، تفکر انتقادی، نوجویی، شخصیت دادن به نوجوان، مشکل انطباق مدرسه یا خانواده، توصیه‌های تربیتی، افت تحصیلی، مقطع تحصیلی، محل تحصیل، وضعیت مردودی، وضعیت دانش آموز از لحاظ تجدیدی، درگیری با اولیای مدرسه، توصیه‌های تربیتی، شیوه تدریس، مشکلات درسی. فصل 10. نوجوان و حیات اجتماعی. نوجوان و تعادل، نیاز نوجوان به تعلق به گروه، نیاز به هویت‌جویی، نیاز به استقلال نسبی، نیاز به اشتغال، مشکلات رفتاری در دوران دبستانی، زمینه انحرافات اجتماعی، نوجوانان و انحرافات اجتماعی، تبدیل خانه به خوابگاه، تغییرات پرشتاب، تخصیص و عدم کیفیت،
وسوسه جرم‌زدایی شهرهای بزرگ، کاهش یافتن نظارت اخلاقی و قدرت مذهبی، اقتصاد نامتعادل، اعتیاد به مواد مخدر و بزهکاری، معضل اوقات فراغت، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی نوجوانان، اختلال‌های نوجوانی، انواع اختلال‌های نوجوانی. فصل 11 نوجوان و حیات اخلاقی. 1. ندای ارزش‌ها. 2. سربرآورد فطرت. 3. گرایش به کمال یا کمالگرایی. 4. تحصیل یک فلسفه حیاتی. بررسی دیدگاه‌های روانشناسان. الغای معنویت. الگوها و اسوه‌های ایمان که از زندگی امام علی و بقیه ائمه و سلالشون صحبت کرده و کتاب رو تموم کرده. امیدوارم که از این تیترهایی که گفتم استفاده کنید و هر جایی که دوست داشتین مطالعه کنید تیترش رو دنبال کنید و برید توی همون فصل و این کتاب رو بخونید. خب با هم دیگه من مقدمه ها رو دیگه نمیخونم چون مقدمه ها خیلی طولانی هستش و با هم دیگه فصل 3 رو شروع میکنیم که به خاطر اینکه نظریه های زیست شناسی و روانشناسی زیادی تو این فصل هستش من ترجیح دادم فصل 3 رو برای شما بخونم. نظریه های زیست شناختی نوجوانی. عملاً تمام تئوری هایی که ما متعهد شده ایم تا آنها را توضیح داده و ارزیابی کنیم نوجوانی را به عنوان یک مرحله بی‌نظیر در رشد انسان میپذیرند و در این امر موافقند که تغییرات بدنی و زیستی مرکزیت رشد در دوران بلوغ را تشکیل میدهند. همین امر آن را به عنوان شروع این دوره مشخص و متمایز میکند. اگرچه این تئوری ها به طور آشکار از حیث توجه به اهمیت و تأثیر این تغییرات زیست‌شناختی بر روی جریان‌های روانشناختی با هم تفاوت دارند، به علاوه غالباً موارد کاربردی مشابه یا حقایقی که مبتنی بر تجربه باشد نیز وجود دارد که با این وجود به طرز آشکار یا گویا تفاوت مدل‌های تئوریکی را ارائه می‌دهند. هال، نظریه هال یا بازپیدایی. این یک تمایل تاریخی است که جی استنلی هال در سال 1916 به عنوان پدر روانشناسی نوجوانی نامیده شده است. او همچنین به عنوان بنیانگذار نظریه نوجوانی به عنوان یک مرحله تمایز و ممتاز در دوران رشد آدمی محسوب می شود. به دنبال نظریه داروین در مورد فرضیه سیر تکامل، هال نظریه بازپیدایی را معرفی نمود که بر آن اساس فرض می‌کرد تاریخ تجربی نژاد بشر بخشی از ساختمان ژنتیکی او را تشکیل می‌دهد. بر طبق این دیدگاه هر انسانی مراحلی را پشت سر می‌گذارد که تاریخ نژاد بشری را تکرار می‌کند. مشاهده می‌شود که جهت رشد به طور عمومی و در دوره نوجوانی به طور اخص توسط نیروهای درونی به طور ذاتی کنترل می‌گردد. در حیوانات تکامل نژادی سیر و دوره تحول خود را قبل از تولد طی کرده است. در انسان‌ها کودکی نخستین دوره رشد نمایش مجددی از مرحله قبل تاریخ نژاد انسانی را می‌نمایاند. در طول دوران کودکی رشد جنبه نباتی، احساسی و وظایف حرکتی غالب است. مرحله ابتدایی کودکی یا میانه دوم نمایش مجددی از فرهنگ غارنشینی مربوط به اوایل تاریخ را نشان می‌دهد. مرحله بعدی دوره پیش از نوجوانی نامیده می‌شود که از 8 تا 12 سال به درازا می‌کشد و برابری می‌کند با مرحله اولیه تاریخ که نظم و ترتیب آن پیشرفت اصلی انسان را تایید می‌کند. در این مرحله از رشد کودک به کارهای مکانیکی تمایل دارد که بر این اساس تلاش‌هایی که مهارت‌های ضروری برای پرورش اعمال و وظایف احساسی، حرکتی، ادراکی و شناختی را در بر دارد با یکدیگر درگیر می‌شوند. نوجوانی خودش یک دوران سرکشی و طغیان است که بر حسب دوره سیر تکامل
به زمانی مربوط می شود که نسل انسان در یک دوره انتقالی بود. از نظر تاریخی، هال نهضت ادبی رمانتیک آلمان پس از انقلاب فرانسه را انتخاب می کند. طوفان و فشار به عنوان یک مدل برای حالت سرشتی و قوه ذهنی که منش دوره نوجوانی را توصیف می کند، از این گذشته نوجوانی را از نظر شخصیتی غالباً به عنوان دوره تمایلات کاملاً متناقض توصیف می شود که این مرحله از رشد را به عنوان یک دوره ناپایدار نمایان می سازد و نیز دوره‌ای که شخص ممکن است بین امواج فراوان احساسی، اجتماعی و اعتقادی نوسان داشته باشد. بنابراین فقط در انتهای نوجوانی است که موقعیت شخص تثبیت می شود و به کمال می رسد. این مرحله از رشد آغاز تمدن نوین را در سیر دوره تکامل می نمایاند. از زمانی که توجه هال به نوجوانی معطوف شد، همچنان که به همه ادوار دیگر رشد توجه نمود، تا وقتی که نظریات زیست‌شناختی او به طور مصمم مطرح شد، در سیستم فکری او جای کمی برای عوامل محیطی مؤثر در پدیده نوجوانی وجود داشت. هال استوار و ثابت قدم با این نقطه نظر ملاحظه نمود که بهترین شیوه این نیست که در جریان طبیعی رشد دخالت کند. از زمانی که او این گونه معتقد شد، به طور اجتناب ناپذیر و مصمم بر نیروهای درونی تکیه نمود. هال میبایستی به عنوان نخستین انسان از میان آن دسته از زیستشناسان اخیر که به موضوع رشد انسان نزدیک شدند در نظر گرفته شود که وانمود می‌کنند در یک روش عمومی بتواند نوجوان را بهتر بشناسند. گزل، ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی یا مارپیچی. آرنولد گزل یکی از معروفترین و شناخته ترین افرادی است که کارهای مطالعاتی و مشاهداتی او در زمینه رشد انسان از تولد تا نوجوانی چشمگیر میباشد. 1956 1946 و 1940 توصیف او از گرایشات سنی مورد قبول بسیاری از والدین در ایالات متحده قرار گرفته است و به عنوان معیارهایی از آنچه که آنها از رشد فرزندانشان انتظار دارند مطرح گردیده است. جهتیابی زیست‌شناختی گزل با ملاحظه مراحل از پیش تعیین شده کمال، نقطه نظرات نسبتاً روشنی از مطالب قبلی ارائه می‌دهد. در حد تئوری، گزل یک فرمول عمومی پیشنهاد می‌دهد که رشد ذهنی یک فرآیند پیشرفته است و آن مبتنی بر تفکیک و تمیز مطالب از یکدیگر و کامل کردن آنها میباشد. مطابق این نظریه ممکن است عوامل محیطی رشد را تسهیل نموده و یا مانع آن شود، اما جهت اصلی رشد توسط نیروهای بلوغ مشخص می شود. گزل به منظور بیان کردن علت تغییراتی که ما بین مراحل رشد ذهنی وجود دارد، مدل یک حلزون را استخدام می کند. 1946 رشد شامل نوسانی در امتداد خط جریان حلزون به طرف پختگی و کمال می شود. کودک غالباً به شکل‌های اولیه‌ای رفتار برمیگردد قبل از آنکه او قادر به پیش افتادن از ایفای نقش‌های قبلی خود باشد. بنابراین پیشرفت و پسرفت جزئی تا زمانی که پیشرفت مجددی اتفاق افتد، خط سیر تغییرات رشدی را توصیف و مشخص می‌کند. گزل مانند هال نوجوانی را یک دوره انتقالی میان کودکی و بزرگی می‌دید و برخلاف حال او نوجوانی را یک دوره طوفانی متناقض و افراطی تصور نمی‌کرد. اگرچه در تعمیم او که از مشاهدات تجربیش استنتاج می‌شود، گزل تفاوت‌هایی را که در درون نوجوانی از سالی به سال دیگر ظاهر می‌شود به عنوان فشار می‌شناسد. این تقریباً با نظریه طوفان و فشار حال شباهت دارد. دیدگاهی از رشد که گزل قبلاً در نظریه پردازی خود بر آن تاکید کرده بود. 10 سال به عنوان دوره باثبات، خوب و متعادل برای خانواده خویش و روی هم رفته علاقه‌مند به همراهی توصیف شده است. مثل همین مدت زمان او توسط اجتماعات سری فریفته می شود و فوق‌العاده نسبت به مراجع قدرت حساس می شود. با در نظر گرفتن جنس مخالف، او ترجیح می دهد که با همجنس خود در اجتماع همراه باشد.
در مقابل این 10 سال، در سال 11 بد اخلاق، ستیزگر، متمرد و مجادله‌گر می باشد. این آشفتگی در 12 سالگی پنهان شده است، سنی که فرد معقول‌تر و شکیباتر از زمانی که 11 ساله بود می باشد. 12 سالگی با شناخت اجتماعی و توجه بیشتر به جنس مخالف مرتبط می شود. این سازش بزرگتر با محیط اجتماعی مجدداً در 13 سالگی دستخوش تغییر می شود. در 13 سالگی به درون می گراید. او بیشتر نسبت به خود و خانواده خویش حالت انتقادی می گیرد. همراه با تغییرات بدنی و ساختمانی و تحولات شیمی بدنی سریع خویش، او عصبی‌تر، هیجان زده‌تر و آگاه‌تر از موقعیت خویش می شود و کمتر از سالهای گذشته احساس ایمنی می کند. در 14 سالگی نوجوان به طرف یک مرحله برونگرایی کشیده می شود و غالباً مشتاق و علاقه‌مند به نظر می رسد. او به خود اعتماد و اطمینان داشته و با خود راحت‌تر می باشد. او برای انتخاب ایدئال‌های شخصی خویش قطعیت بیشتری را آغاز کرده است و شناخت آشکار و روشنی نسبت به قهرمانان خویش از فرهنگ قومی و اجدادی و نیز سایر منابع پیدا می‌کند. خصومت و طغیان او علیه مراجع قدرت افزوده می‌شود. او مجدداً به خودآگاهی رسیده است. علاوه بر آن کمالگرا نیز هست. تمرد در این مقطع سنی نوجوان را برای بزهکاری، آسیب‌پذیر و متمایل می‌کند. به ویژه اینکه او اکنون برای دور شدن از خانه و جدا شدن خود از خانواده و مراجع قدرت بزرگتر می باشد. در مقابل تصویری که از 15 سالگی ارائه شد، 16 سالگی به طور آشکار یکپارچگی و تعادل عاطفی درجه بالایی از سازگاری اجتماعی و خودرهبری را ارائه می دهد. نوجوان 16 ساله صمیمی، پیشرو و مستقل در یک مرحله اعتماد به نفس قرار دارد. توصیف مختصر سابق الذکر دلالت دارد بر اینکه نوجوانی به عنوان یک مرحله متناقض مشعشع در میان سالهای نزدیک به هم تصور می شود. آنها همچنین به واسطه تناوب مراحل آرامش و طوفان که در این مقطع مطرح می شود، تعمیم اصول و با قاعده ای را با توجه به سطوح سنی محصور خویش منعکس می کنند. اینها با آسانی بر حسب تأثیرات زیست‌شناختی، روانشناختی و عوامل فرهنگی قابل اندیشیدن نیستند. به دلیل استنتاج‌هایی که والدین از معنای انحراف فرزندانشان از نرم‌هایی که گزل ارائه داده است به دست آوردن، با وجود این مسائل و علیرغم انتقادهای روش شناختی که بر علیه کارهای گزل انجام شده است، او ما را با یک دسته از افکاری آشنا کرده است که زمینه مستعد و باروری را برای تحقیق تجربی و کاوش در مفاهیم فراهم نموده است. نظریه بعدی نظریه کرچمر یا ریخت‌های بدنی هستش. این دیدگاه متفاوت زیست‌شناختی در مورد رشد نوجوانی است که به وسیله پیروان ارنست کرچمر در سال 1951 ایجاد شده است. آنها نظریه او را در مورد تیپ‌های بدنی برای توضیح جهت تغییر استخدام کردند. کرچمر توجه ما را نسبت به 3 تیپ اصلی بدنی متمرکز می‌کند: تیپ پیکنیک یا چاق، اتلتیک یا پهلوانی عضلانی و آستینیک باریکندان. او اظهار کرد که هر تیپ بدنی یک تمایل قبلی برای استعدادهای اصل روانشناختی ارائه می‌دهد. برای مثال گفته می‌شود تمایلات اسکیزیودی که در بیشتر موارد در میان مردم باریک و بلند مشاهده می‌گردد و یا افرادی که از نظر ساختمان بدنی عضلانی هستند، تمایلات مانیک دپرسیو در آنها مشاهده می‌شود. و یا گفته می شود که تمایلات ادواری غالباً در میان افرادی که ساختمان بدنی چهارشانه و قوی دارند مشاهده می گردد. نوجوانی توسط پیروان کرچمر یک مرحله رشد همراه با منش اسکیزیودی توصیف شده است. علاوه بر این، درجه آشفتگی تجربه شده نوجوانی مرتبط با تیپ بدنی او فرض شده است. این به آن معناست که یک نوجوان با تیپ بدنی لاغر و باریک باید از قبل یک شخصیت اسکیزیودی داشته باشد و بنابراین نوجوانی به عنوان یک دوره آشفتگی و تلاطم باید مطرح شود. یک کودک
با ساختمان بدنی تنومند که به خصوصیات ادواری متمایل است، در مراحل رشد خود نوجوانی را به مانند یک مرحله خیلی آشفته تجربه نخواهد کرد. تاکنون شواهد تجربی خیلی کمی در مورد حمایت و تایید و یا تکذیب این اندیشه های ادعا شده وجود دارد. نظریه بعدی زیلر یا هیئت بدنی هستش که دیگه وقت به ما اجازه نمیده که بیشتر از این رو بتونم از این کتاب براتون بخونم. امیدوارم اگر خوشتون اومده باشه تهیه کنید و از مطالب مفیدش لذت ببرید، مخصوصا اگر نوجوانی در رده 13 تا 18 سال در خونه دارید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.